امروز در کاخ فرهنگی شهر بختر بخشیده به روز ملی صاحبکاران و روز بین المللی زنان دهات فستیوال دانش و نوآوری برای زنان دهات برگزار گردید. در فستیوال رئیس ولایت ختنون دولتعلی سعید، رهبران ولایت، معاون وزیر کشاورزی نگینه انوری، معاون رهبر نمایندگی حسین کوین دین، نمایندگان تشکیلات‌های بین المللی مقیم تاجیکستان، 841 نفر زنان و بانوان از شهر و ناحیه‌ها، تشکیلات و اداره‌ها، نمایندگان وزارت و اداره‌های جمهوری اشتراک داشتند. در صحن کاخ فرهنگ شرکت و کارخانه‌ها و صاحبکارانی که با لایحه‌های در ولایت ختنون فعالیت داشتند همکاری دارند، محصولات‌های استحصالی خود را پیشکش مهمانان و اشتراکچیان همایش گردانیدند. تشکیلات‌های خرد قرضی ولایت نیز در نمایشگاه خدمت‌رسانی‌های خود را پیشنهاد کردند. رئیس ولایت با مهمانان و نمایندگان شریکان رشد از نمایشگاه دیدن نمودند. ما یک گروه زنان خانه‌نشین خیلی خرسندیم که همین خیلی تشکیلات‌ها تشکیل شدن و ما از هر نمود گیاهای طبیعی هر نمون محصولات ها تیار میکنیم. از گیاهایی که ما پیشتر از اینها هیچ استفاده نمی کردیم، اینها انگد، زرک سرخ، خوش، از این چیزها ما خیلی چیزها تیار میکنیم، برای عائله خودمون استفاده میبریم، برای دیگر کسا به بازارها میبریم. ما خیلی خرسندیم که همین خیلی چاره‌بینی ها تشکیل میشود و ما زنهای خانه‌نشین رو به اینجا دعوت میکنم. من خیلی شاد و خرسندم که بر اینجا دعوت شدم، من آمدم و اشتراک کردم. نخست دولتعلی سعید رئیس ولایت ختنون سخنرانی نموده تمام زنان و بانوان ولایت را به این روز تبریک نمود. قید گردید که سهم زنان در ساحه کشاورزی ولایت ختنون ارزنده بوده. شماره سهامداران خواجگی‌های دهقانی ولایت به 162,000 نفر میرسد که 11,446 نفرشان رهبران خواجگی‌های دهقانی میباشند. سهم زنان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ولایت نظررس بوده. در ساحه کشاورزی 162,034 نفر و رهبران خواجگی‌های دهقانی از حساب زنان 11,446 نفر میباشند. ذکر گردید که شماره زنان صاحبکار انفرادی فعالیت کننده در قید مقامات انداز همگی 23,540 نفر بوده. از اینها 2,654 نفر، 1,160 نفر با شهادتنامه در نظام مخصوص، 7,445 نفر با پتنت، 835 نفر با رهبری شخصان حقوقی، 11,446 نفر با رهبران خواجگی‌های دهقانی انفرادی فعالیت می‌نمایند. سپس نمایندگان تشکیلات‌های بین المللی مقیم تاجیکستان نیز سخنرانی نموده از همکاری سودمند اظهار قناعتمندی کردند. در قسمت آخر 21 نفر زنان غالب آزمون گرانت رئیس ولایت ختنون گردیدند و در مجموع با مبلغ 250,000 سومانی دستگیری یافتند.